یک فردی از بنی اسرائیل به مدت 20 سال الله را نافرمانی میکرد. حتی یک بار هم اطاعت نکرده بود. تصور کنین فردی را که تمام زندگیش هیچ کار خوبی نکرده باشه. پس الله به موسی گفت ای موسی پیش آن مرد برو و بگو که از تو سخت عصبانی هستم. حضرت موسی به خانه آن مرد رفت و در را زد. در را که باز کرد موسی را شناخت. مرد گفت خدایت مرا دعوت کرده؟ موسی گفت بله و این بار برای شخص تو برای تو پیام دارم. الله از تو عصبانی هست. آن مرد برانگیخته شد و به سمت بیابان رفت تا با خدای خود خلوت کند. دستانش را بلند کرد و گفت. آن مرد که 20 سال نافرمانی و گستاخی کرده بود گفت یا الله آیا بخشش و رحمتت تمام شده؟ یا اینکه نافرمانی من به تو ضرر میرساند؟ یا اینکه گنجینه های بخشندگی تو به اتمام رسیده؟ یا اینکه بر بندگانت دیگر نمیبخشی؟ کدام گناه بزرگتر از بخشش توست؟ بخشش از صفات دیرینه تو بود و گناهان از صفات فعلی ماست. آیا گناه من بر بخشایندگی تو غلبه میکند؟ اگر رحمتت را بر بندگانت ببندی به کی پناه ببرند؟ اگر بندگانت را از خانه‌ات برانی به سوی چی کسی بروند؟ الهی اگر درهای رحمتت تمام شده و لازم است که من به عذاب بیفتم پس بار گناههای همه انسانها را به دوش من بگذار. پس الله به موسی فرمود پیش او مرد برو بگو که اگر گناهان او به اندازه تمام دنیا باشد او را بخشیدم، چون مرا شناخت به قدرت کامل من پی برد و رحمت و بخشندگی من را دانست. پس خدای ما می بخشد، فقط باید که از او بخواهیم و بس.